درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان از تلویزیون ولایت سوخت. با شما هستم اهل‌دین شمس‌الدین زاده. این برنامه درخشان است. امروز مهمان خانوادگی شما. واقعا امروز تلویزیون ولایت سوخت بهر فراغت مردم کوشش کرده ایستاده است بهترین برنامه‌های جالب را منظور شما دارد و یکی از این برنامه‌ها برنامه شوق‌آور درخشان است که در این برنامه بهترین چهره‌های هنر در کدام جنبه هنر نباشد، استعداد نباشد، برای شما البته پیشنهاد کرده میشود. و امروز نیز به برنامه درخشان از تمام گوشه و کنار تاجیکستان زنگ میزنند، سخن‌های خوب میگویند، بر شبکه‌های اجتماعی البته فکر و عقیده های خود را میگذارند بابت زیبا و دقت جلب کننده شدن برنامه درخشان. و ما نیز البته گروه کاری برنامه درخشان البته کوشش میکنیم گروه ایجادی این نقطه های نظر مردم را البته به اینوبت گرفته بهترین برنامه رو منظور شما داریم. و امروز یادرس میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان منظور شما میگردد. و بیایید بینندگان عزیز قهرمان نوبتی برنامه را با کفکوبی صمیمی در انا همین صحنه زیبای برنامه درخشان استقبال میکنیم. شما بار دیگر درود بینندگان عزیز، مهمان خانوادگی شما برنامه درخشان. چون که شما میدونید در برنامه درخشان نفرانی که صاحب استعداد هستند خیلی زیاد اشتراک میکنه و عموما در مجموع گیریم در تاجیکستان کودکان، نورسان و جوانان خیلی صاحب لیاقت زیاد هستند که آنها با ما زنگ میزنند و به برنامه درخشان میآیند. و یک نفر دیگر نیز امروز مهمان برنامه درخشان هستند که از شهر بوستان ولایت سوخت هستند. البته آمده به برنامه ما میخواهند افشای دانش خود کنند، دستاورد خود کنند. پیش از همه از نام تمام گروه ایجادی شما رو به برنامه درخشان خوش آمدید میگویم و اطمینان کامل دارم که در برنامه امروزه تمام استعداد و مهارت شما رو البته منظور بینندگان میداره و هر نفری که بینندگان عزیز دارای استعداد و لیاقت است میتواند با رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است تماس گیرید. ما کوشش میکنیم شما رو به برنامه درخشان البته دعوت کنیم یا که با صفحه اجتماعی برنامه با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت که هم در اینستاگرام و هم در فیسبوک جایگیر کرده شده است درخواست خود رو بگذارید. ما شما را با یک صمیمیت افزون، با دل گشاد، قلب گشاد البته دعوت میکنیم. خب خوش آمدید به برنامه درخشان. جایت وطنم به مغز مغز جان است، آبادی تو به درد من درمان است. کس لذت بخت در وطن میفهمد، میهن به جهان بهشت هر انسان است. اولا سلام و درود. بنده قدرت محمد جان، خواننده صنف نهم وی لیسه رقم 1 شهر بوستان، اشتراکچی آزمون المپیادهای سطحشان گوناگون از قبیل آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم. بنده طی 7 سال است که در آزمون مذکور شرکت می‌ورزم و سال گذشته در دور جمهوریوی آزمون سزاوار جای افتخاری گردیدم. سال مذکور در آزمون فعالانه شرکت نموده در دور ولایتی سزاوار جای اول گردیدم و کوشش می نمایم که در دور جمهوریوی نیز برآمد فعالانه نموده در دور جمهوریوی نیز سزاوار جای نمایان گردم. محمد جان، من میخواهم از ابتدای آغاز راه طولانی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و من دانش اندازی شما آغاز کنیم. اصلا محمد جان در کجا تولد شده است؟ بنده زاده دهه نیکنات شهر پنجکند، دهه‌ای که در آنجا عبید رجب، فیض الله انصاری، جمعه آدینه برین استادان بزرگ به دنیا آمده کمال یافتند می باشم. بیاید آغاز میکنیم از سفر شما به تحصیل، یعنی که به صنف 1 قبول کردن ها. از حالا صنف چندم هستید؟ صنف 10 شدم. صنف 10 رو آغاز میکنید. بله. یعنی قدم گذاشتید. آفرین، احسن. در چاره‌بینی‌های مؤسسوی البته فعالانه شرکت می‌ورزید و امروز مشغولیت‌ها چگونه می‌گذرند؟ بها در مکتب چند است؟ بها در مکتب اعلی میباشند و قریب از همه فن‌ها خوب و اعلی شرکت می‌ورزیم و بهاهای نمونوی می‌گیریم. یعنی که همه فن‌ها رو خوب می‌خونید. لیکن هست در هر یک خواننده که فنی که شاید به ستاره‌اش طوری نمی‌آید، هست مشکلی می‌کشد. کدام فن است در شما؟ در من فن خیمی گویم خطا نمیکنیم.
فن خیمیا را میفهمم اما آنقدر دوست نیست. به مثال حکایه ها و شعرها نیست. اون نفری که امروز مایل آورده است، یعنی که رو آورده است، مایل دارد به نظم، نثر، ادبیات، سخنوری، کمی باشد به فنهای دقیق به خصوص فیزیکا و کیمیا، یعنی خیمیا مشکلی میکشد. همین طور هم هست. این یکمی شما نفر این گپ رو نگفته ایستادید، ما چندین نفر رو برنامه کردیم، بسیاری ها میگن که مس به فن خیمه مشکلی میکشه. من در این لحظه ها بسیار میخواستم درباره اون سخن کنیم که امروز با آزمون شما رو کی آماده میکند؟ با آزمون مذکور مرا آموزگارم اشباه و گلشنای با همراهی پدرم قدرتوف سینا که شاعر و اعضای اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان همزمان علاچی معارف و فرهنگ جمهوری تاجیکستان می باشند تیار نموده ایستادند. آفرین، احسن میگم. یعنی پدرتون نظم نویس هستند، شعر ایجاد میکنند؟ پدرم سال 2022 در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. در دور جمهوری از روی نامیناسیون ایجاد نظم سزاوار جای دوم گردیده بودند. آفرین، احسن میگم، مبارکباد میگم. خب شما نیز کوشش کرده که در این آزمون شرکت ورزید. باری نخست کی شرکت ورزیده بودید با آزمون؟ سالی که اولین بار آزمون مذکور از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه اندازی گردید که آنجا من خطا نکنم صنف 3 بودم، در آزمون مذکور شرکت ورزیده بودم و در دور شهری سزاوار جای سیوم گردیده بودم. از بس که سال اول تنها غالبان جای اول را به دور ولایتی می بردند، سال اول در دور ولایتی شرکت نورزیدم و سالهای من بعد در دور ولایتی شرکت ورزیدم. به فکر شما چون مرحله به مرحله، سال از سال اشتراک میکنید، نظرسنجی، نقطه سنجی، پرسش اعضای حکمان سال از سال پرزورتر کرده شده است. به فکر شما چگونه است؟ چون اشتراک میکنید میبینید. چون سال از سال طلبات و شماره اشتراکچیان زیاد میگردد، اعضای حکمان نیز کوشش میکند که تنها بهترین ها را سنجیده به دور من بعد را خدیت، زیرا در آزمون نتیجه ضرور است برای شهر، برای ولایت و برای مکتب. باید نتیجه رو به این نوبت گرفت. خب سوالی که اعضای حکمان به شما پیشنهاد کردند و مشکلی کشیدید و بعد از اون به خانه آمدید، همون قصه یا حکایه یا همون نظم رو کشیدید، از سر خوندید، کدام سوال بود که مشکلی کشیدید؟ راستی در سال مذکور در یگان سوال مشکلی نکشیدم، به تمام سوالهای اعضای حکمان جوابهای صحیح دادم. پورا جواب دادید؟ آفرین، یعنی که آمادگیتون جدی بود. آفرین، احسن. یک نظم از ایجادیات پدرتون پیشنهاد کنید. تاجیکستان کشور محبوب ما، میهن ما، مادر اقبال ما، در کنار تو میسر می شود ای وطن مادر همه آمال ما. بعد سامانی به ما دولت توی، بخت ما را بهترین نعمت توی. ای نشانی مرز و بوم آریا، خانه آزاده ملت توی. صاحب تخت و وطن گشتن به ما آنقدر بی زحمت و آسان نبود. تاریخ خلق و وطن باشد گواه، قسمت ما دایم و یکسان نبود. ما برایت ای وطن جان داده ایم، 100 هزاران را به قربان داده ایم. تا زند پرچم تو جاویدان، هرچی قسمت خواست ما آن داده ایم. رودکی پیری تمام شاعران، نام ما را برد تا اوج فلک. از تراوت‌های شعر او یقین، حرف گوید با زبان ما ملک. عینی علامه بگذشته ز جان، شان ما را بر جهان اثبات کرد. با سخن، با پند ناب و با غزل، دشمنان خلق ما را مات کرد. باره ننگ است شیرین شاهی تو، رمزی مردی نصرت الله مخصومت. کرد ترسون زاده ترغیب صلح را، در جهان از نام پاک مردمت. ما یقین خلق تمدن نافریم، ملت ما از ازل دارد غرور. 100 دلیل آورد از تاریخ ما، خامه فرزانه بابا جان غفور. تاجیکستان کشور محبوب ما، شمس استقلال تو تابنده باد. در بهشت دامنت مادر وطن، وحدت خلقان تو پاینده باد. آفرین، احسن میکنم. بسیار شعری
ватандӯстона ҳам аз таърих гирифта шудааст, ҳам арҷгузорӣ ба ин халқу ба ин меҳан Тоҷикистон албатта арҷгузорӣ карда шудааст. аҳсан ба устод ки чунин шеърро эҷод карданд ва ман боварӣ дорам ки дар тавлиди эҷодашон ин гуна шеърҳо хеле зиёд ҳастанд ва маншаи эҷоди шумо, эҳтироми шумо ба ватан сарчашма мегирад аз падар, аз оила. ва агар муҳаммадҷонро пурсанд ки дар ҳамин маврид ки ҳоло як фазои ватандӯстонаро бо ҳам барпо кардем, муҳаммадҷон ватанро ба андозаи чӣ дӯст медорӣ ё ба чӣ монанд мекунӣ? ватанро ба андозае дӯст медорам, аз замин то осмон гӯем хато намекунем, яъне беҳадду канор, аз дилу ҷон самимӣ. Самимӣ аз қалб дӯст медоред. бошад, офарин мегӯям, аҳсан мегӯям. ва имрӯз доир ба дастовардҳои шумо гап мезанем. рӯи мези барнома шумо якчанд сипоснома, диплом ва албатта хонандаи сол ҳам шудаед. дар соли 2025 дар соли ҷорӣ банда дар озмуни хонандаи сол ширкат варзида, дар даври шаҳрии он сазовори ҷои аввал гардидам. ки дар инҷо албатта ҳуҷҷате ки барои сарфароз гардондани шумо барои ғолибият албатта тақдим карда шудааст, албатта ҳаст. аз коргардон хоҳиш мекардам Абдусамад Расулов пешниҳод кунанд. ва имрӯз чӣ нақша аст ки муҳаммадҷон бояд фатҳ кунад? ягона қуллае ки то ҳол фатҳ нашудааст ин озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ки бояд имсол фатҳ шавад. кӯшиш яъне ки даври ҷумҳуриявӣ бояд ғолиб барояд. ният ҳамин, яъне ки мақсади асосии ҳамин аст. дар ин ҷода падар чӣ мегӯянд? беҳтарин сухане ки барои фатҳ кардани қуллаи баланд, чун таҷрибаи зиёд доранд ҳам ба зиндагӣ, ҳам ба дониш, ба илм, ба эҷод кардан, ба озмунҳо, падар чӣ насиҳат карданд, маслиҳат доданд? падар насиҳат карданд ки ту тавре омода шав ки аъзои ҳакамон туро дар ягон ҷой нагӯяд ки ҳамин камбудӣ дорӣ. бале, камбудӣ дорад. чунон ҷавоб деҳ ки аъзои ҳакамон қоил шавад ва гӯяд ана ҳамин одаме ки мо мекофтем ана ҳамин буд. яъне ки шумо бояд беҳтарин бошед ва аъзои ҳакамонро қоил кунед. хуб, дар ин маврид чӣ кор карда истодед дар навбати худ? банда барои иштирок дар озмуни мазкур 500 асари бадеӣ, 3000 мисраи шеърӣ, 100 чистон, 100 тезгӯяк, 400 латифа ва 100 зарбулмасалу мақолро аз бар намудам. зарбулмасал фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. яъне ки чӣ гуфтанӣ аст дар ин ҷо? мазмун чӣ аст? мазмун ин аст ки фарзанде ки хуб асту обрӯи падарро мебардорад, дили падар аз ин боғ мешукуфад. ва фарзанде ки падарро обрӯяшро пас мезанад, дили падар аз ин кори фарзанд доғ мегирад. бале, имрӯз дар муассисаи таълимии шумо литсеи рақами 1 гуфтед, таҳсил мекунед дар шаҳри Бӯстон. шарту шароит барои омӯхтани илм чӣ гуна аст? хушбахтона дар муассисаи мо шарту шароит барои таҳсил намудан хеле хуб аст. қариб тамоми синфҳо бо мезу курсиҳои нав муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар бисёре аз кабинетҳои фаннӣ аллакай тахтаҳои электронӣ насб гардиданд ки омӯзгорон ҳамарӯза аз он истифода мебаранд. инчунин дар китобхонаи муассиса низ тамоми намуди китобҳои муосиру классик ва адабиёти ҷаҳонро ёфта метавонем ва мо шукргузорӣ аз он менамоем ки дар чунин муассисаи сатҳи байналмилалӣ гӯем хато намекунем, таҳсил менамоем. офарин, аҳсан мегӯям. чун гуфтед чанд ҳикоя медонед? афсона ва ҳикоя? дар маҷмӯъ 500 асари бадеӣ мутолиа намудам ки аз инҳо 200 ҳикоя мебошад. мешавад ки дар байни афсонаҳо ё ҳикояҳо шумо як воқеаро масалан ба худ мегиред ва онро таҳлил мекунед дар майнаи сар, дар ақлатон. беҳтарин лаҳзае ки дар афсона диққати шуморо ҷалб кард ва имрӯз дар зиндагӣ ҳамчун шиёр истифода мебаред, яъне як лаҳзаи тарбиятдиҳанда буд. кадом лаҳза ин, кадом ҳикоя аст ё афсона аст? аз китоби кӣ? аз эҷоди кӣ? аз лолачинии устод Пӯлод Толис воқеае нақл мегардад ки ду писарак ба кӯҳ мераванд барои лолачинӣ ва дар кӯҳ, мухтасар нақл мекунам, дар кӯҳ сел мебораду бачаҳо дар онҷо дар мемонанд ва чӣ кор карданашонро намедонанд ва ба ёрии бачаҳо як чӯпони қирғизе ки дар ҳамон тараф истиқомат мекунад меояд ва
او اول به بچه ها پسند نمی آید ولی در آخری اثر آنها با هم دوست می گردند و نویسنده چنان تصویر می کند می گوید که ما شادی خود را از نام بچه ها نقل می کند. ما شادی خود را در آن زمان نمی دانستیم از چی بود ولی بعد کلان شدیم فهمیدیم که شادی ما از آن بود که ما با آدم خوب واخوردیم. یعنی آدم خوب چنانه که استاد سعدی می گوید گل خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بعد او گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. یعنی بچه ها از آن خرسند شدن که با آدم نیک واخوردن. آفرین احسن میگم. به استعداد شما همین علمی که شما از خود کرده ایستادید به دستاوردهایی که نایل شده ایستاده پدر مادر چی میگویند؟ چگونه دستگیری میکنند در خانواده؟ دستگیری من از دستگیری والدین خود راضی هستم. پدرم برای من یک کتابخانه خرد مهیا کردن. یک جیوان کتاب دارم و همه روز است. تعدادشون چقدر است؟ تخمینا 200 تا گویم خطا نمیکنیم. پدر من که خود شاعر هستن کتاب دوست هستن. همه کسا ما از کتابخانه استفاده میکنیم. اینچنین از کتابخانه های مکتب، کتابخانه ولایتی بچگانه به نام استاد امینجان شکوهی و کتابخانه ولایتی به نام تاش خواجه اسیری نیز می باشد. آفرین احسن میگم. و امروز بهر زحمت کشیدن پدر مادر اعضای عائله‌تان که امروز با آزمون ها می روید اونها به شما شب زنده داری میکنند، زنگ میزنند، میگن که ما با توی آماده باش، دل میدهند، با آنها جواباً همچون فرزند چی میگوید؟ حالا من باوری دارم که ما رو تماشا کرده ایستادم. جواباً به این همه غمخواری های والدین وعده میدیم که مکتب را با بهای اعلی ختم نموده در آینده به کسبی که انتخاب می نمایم صادقانه خدمت نموده برای رشد تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را می گذارم. احسن. این یعنی که وعده شما برای پدر و مادرتان بود، برای میهن بود. اکنون برای استادتان چی میگوید؟ معلمی که امروز شما رو تا همین روز سبق داد، علم داد، پهلوی شما بود، کمبودی های رو روی پوش میکرد، راه درست زندگی رو انتخاب کردن رو به شما می آموزند، چی میگوید؟ شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دایم بر روزگارم، زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی هم راهبر معلم. آفرین احسن میگم. خب امروز به فکر شما تهیه پیشنهاد و برگزاری انهمی لایحه آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی که در قطار دیگر آزمون ها هست، تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت برای فن های دقیق، فروغ صبحی دانایی کتاب است. آزمون جمهوری چی داد برای هم نسل نورس، برای نسل هم جوان، چی داد برای تمام قشرهای جامعه؟ به فکر شما همچی اشتراک چی؟ آزمون مذکور امکانیت فراهم آورد تا مردم تاجیک بیشتر رو به کتاب و عالم کتابخانه بیارند و نتیجه ها نشان میدهد که آزمون مذکور توانست مردم کشور را بیشتر به کتابخانه جلب نماید و مردم کشور روز تا روز سطح خوانندگان کتاب زیاد شده ایستاده است. و هر کسی که کتاب میخواند در زندگی چی میشود؟ هر کسی که کتاب میخواند در زندگی کامیاب میشود. دانش او روز یک روز به او یاری میرساند تا از یگان حادثه ناخوش او راه خلاصی را پیدا نماید. آفرین احسن میگم. امروز میبینم 2 مدال آوردید و برنامه درخشان که در رفت تحصیل برای شما تقدیم کرده شده است. مدال ها از کدام مسابقه یا که المپیادا باشد یا آزمون؟ مدال درجه دوم از مسابقه جام رئیس شهر بوستان آید به شاهمات بود. بنده در آزمون مذکور در المپیاد آید به شاهمات شرکت ورزیدم و سزاوار جای دوم گردیدم. درجه اول باشد سال 2019 بود خطا نکنم. اون وقتا من به کشتن جودو شوق و رغبت زیاد داشتم. اینجا نیز جام رئیس شهر بوستان بود، شرکت ورزیدم و سزاوار جای اول گردیدم. و امروز برای تن رو سالم نگاه داشتن به ورزش مشغول شدن، این چی است؟
این وظیفه اساسی است. وظیفه اساسی هر یک انسان است. باشد. چون به ورزش مشغول میشوید تن و جسمتون چی میشود؟ آزاد میشود، سالم میشود. آفرین، احسن. یعنی که در وقت‌های خولگی به ورزش هم مشغول میشوید و به فکر شما در وقتی که انسان دانشمند است از خود میکند علم رو بیشتر کتاب میخواند، ایجاد میکند، ورزش ضرور است. بله، ورزش این ترغیبگر صلح و دوستی در میان تمام مردم عالم می باشد. اینچنین واسطه اساسی سالم گردانی انسان می باشد. اگر ما پیوسته به ورزش بدن مشغول شویم، ما می توانیم سطح حیات خود را زیاد گردانیم. سالم باشیم. بله، سالمی انسان این ثروت بی‌بها است. وقتی که تو سالم هستی در تو صدها معما هست. وقتی بیمار میشوی همون صدها معمایی که در تو بود یعنی که به یک اطراف می روند و به نظرت نمی نمایند. باید ما پیش از همه سالم بودن جسممون رو، عقلمون رو به دست گیریم و این چیز رو حفظ کنیم. درست است؟ آفرین، احسن میگم. و همزمان به برنامه جزدان مخصوصی که داروی معلوماتی پوره درباره اشتراکچی آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است. درباره یعنی که معلومات شما هستید که با اعضای حکمان پیشنهاد کردید این جزدان مخصوص رو. در اینجا چی است حالا؟ در جزدان مذکور نامگوی آثار نظمی و نثری مطالعه نموده بنده و نامگوی شعرهای بنده می باشد. یعنی این شناسنامه اشتراکچی آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است که چی قدر معلومات دارد در اینجا نوشته شده است. آفرین، احسن میگم. یک امتحان خردکک از همینجا گیری می شود. باشه. خب اینجا گفتید افسانه های خلق تاجیک، بوزک جنگلپا، جزای هیلگر، گنجشکک، کدو جانی کدو، خاموشک، گرگ نادان، گرگ و روبا. بیاید همین قصه گرگ و روبا جای اساسی انا همین افسانه رو میگوید. مختصر نقل میکنم. روباه به باغ می آید پر از انگور و در باغ دنبه را میبیند که بدام مانده شده است و اون دلش به دنبه کشال می شود و میخواهد دنبه را بخورد ولی جرأت نمی کند و به نزد همسایه‌اش گرگ می آید و با گرگ که میداند که روباه زیرک و هوشیار است نمیخواهد با او برود ولی او میگوید دوستم بیا من به تو یک جای را نشان میدهم که در آنجا دنبه هست و دل گرگ به دنبه کشال شده از پی روباه می آید. چون به باغ می آیند گرگ دنبه را دیده در خود را به بالای دنبه می پرتاید و دو پای پیش او به دام در می ماند و روباه از فرصت مناسب استفاده برده دنبه را می خورد و می رود و گرگ نادان در دام در مانده به دست صاحب باغ می افتد و عاقبت هلاک می گردد. اینجا شماره زیادی چیستان ها نوشته شده است. 4 سیخ آهنین، 4 سیخ آهنین میانش گوشت روغنین. جواب که دوستدار همگان است کباب است. کباب است. آفرین. خب تگش سوفچه، تگش سوفچه بالایش صدچه. جواب لبلبو. آفرین. از دور دیدم، از دور دیدم ارنگ ارنگ جامه کبودی سبز رنگ بادرینگ. 4 پای دارد، 4 پای دارد می نازد دست ها بالا می تازد ترلیبوس. کاروانی بسیار پی هم قطار، از سحر تا شام می کشاند بار مورچه ها. تا سرش را نبری کار نمی کند قلم. اول درآید وانگه کشاید. جواب چیستان کلید. پهلوانی سر دیگ همه را آش داد و خودش نخورد کفلیس. آفرین. داستان از باقی رحیمزاده. انا چشمش علا شد. علی جانی با آداب گوش به من ده مکن خواب. بود نبود یک پلنگ با یک روباه لنگ در یک بیشه جا داشتن با هم مراسا داشتن یک جای کار میکردن هر دو شکار میکردن وقت شکار همیشه روباه پراندیشه حیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. خب از استاد سعدی شیرازی. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی.
یعنی که تحلیل کنید همین شعر رو چی گفتنی بدن سعدی شیرازی؟ سعدی شیرازی میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند، یعنی همه ما به یکدیگر پیوست هستیم. گره نوعیانی هست که همه ما را به هم میپیوندد و یکی از این گره اگر کنده شود تمام آن گویم اگر این چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر یک نفر ساده کرده فهمانیم اگر در میان یک جامعه که جامعه سالم است تمام آدمان دانا هستند، یک آدم نادان یا بدکینه افتاد آن جامعه یقین است رسوا می شود. آفرین احسن. ابوعلی ابن سینا استاد بسیار نظم های با مضمون گفتند مایم به عفو تو مایم به عفو تو تولا کرده، بر طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. مهمان های دلیر پرنده ها بیایید پیش تیریزه ما، منتظر شمایند دانهای ریزه ما. پرنده ها بشینید دانه ها را بچینید، اکنون این مرغان سیرند مهمان های دلیرند. محمد جان معلوم است که صاحب جای اول گردیدن شما این دروغ نیست، این با زحمت پاسخهای صحیح شما به دست آمده است و من باوری دارم که از اون حکمان نقطه سنجی که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی، ولایت سوخت، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست معارف ولایت سوخت البته تحریزی کردند، دعوت کردند، به این کار جلب کردند. البته در این کار آنها خیلی جدی بودند و البته بهترین ها رو انتخاب کردند و یکی از این بهترین ها نمونه عبرت امروز اثبات شمایید که در برنامه از هر گوشه کنار جزدان شما پاسخ صحیح گرفتم، یعنی که به سوال هایم جواب دادید. احسن میگم. و اینجا همزمان 3 کتاب آوردید که این هم تعلق دارد از روی همین کتاب ها آماده شده ایستاده. پولو تولیس لالچینی، بعد اینجا عبدالملک بهاری یک کتاب ایجاد کردن که زنبور عینکدار. چرا زنبور عینک نداره؟ زنبور عینکدار. کتاب مذکور در ژانر تخیلی نوشته شده است، یعنی فانتاستیکا. کتاب مذکور از 3 قسم عبارت است. در کتاب سخن درباره پسرک می رود که با فرستاده کیهان، با فرستاده عالم دیگر دوستی پیدا می کند. زنبور که قهرمانی اساسی در برابر جمال گفتن پسرک می باشد از سیاره نودر آمده است و می خواهد که با سیاره زمین رابطه برقرار نموده در آینده با هم رابطه نمایند. گریش امک کی بود؟ نقشش چگونه بود؟ بعد از آن که زنبور به زمین می آید و خود را به مردم زمین شناس می گرداند، اسوسیاسیون سیاره زمین قرار می دهد که 3 نفر کهانورد به سیاره نادر پرواز نموده از شرط و شرایط آنجا خبردار شود و این 3 نفر گریش امک که شما نام بر نمودید با همراه مارک پولور و جمال که از تاجیکستان می باشد می باشند. آفرین. اولیا کی بود؟ اولیا دوست داشته جمال بود که وقتی جمال به کیهان می رود در آن وقت اولیا 17 ساله بود و وقتی که جمال به کیهان می رود این مدت 5 سال کیهانی را در بر می گیرد. وقتی که در کیهان تیز می گذارد 5 سالی که جمال در کیهان می گذراند در زمین 50 سال می گذارد و اولیا مجبور می شود که چنان وفادار است که به خواب انبیاز می رود تا آمدن جمال به خواب می رود که او را حیات او را گویم موقتی پاوز می کند و این که باز می دارد. بله حیات او را باز می دارد و اولیا بعد از آمدن جمال بعد از 50 سال به هوش می آید و باز همان نازنین دختر می ماند که جمال را دوست می داشت، ولی یک واقعه ناخوش می شود. اینجا خطای تیپ گویم خطا نمی کنیم. اولیا جوان بعد از چند ماه که با همراهی جمال زندگی می کند یک باره به یک کمپیری 67 ساله مبدل می گردد. خب افسانه های خلق تاجیک. کتاب افسانه های خلق تاجیک حکایه است با نام پوفک. درباره چی است؟ درباره پوفک بدنفس نقل می کند که پوفک وقتی که او را پسرک دم می کند اول یک گربه را می خورد، بعد یک سگ را می خورد، رفته رفته چنان بزرگ می شود که کاروان را می خورد. خلاص چیزی که از پیشش می براید آن را فرو می برد و از پیشش یک کمپیری می گذارد و بعد
او به پیرزن میگوید که پیرزن من تو را میخورم. پیرزن میگوید بیا من تو را به خانه میبرم، یک مهمانداری میکنم. چون به خانه اش میروند، پیرزن میبیند که پفک بدنفس است، او را به صندلی میخواباند و میگوید شما کمی دم گیرید، من یک ضیافت میآرایم. چون پفک خواب میرود، او آتشگیری که صندلی را در صندلی گرم کننده به بدن پفک میچسباند که پفک یک و یک بار میکفد و از درون آن تمام آن چیزی که او فرو برد میبراید. در زندگی بیشتر از چی خفه میشوید؟ در زندگی بیشتر از دروغ خفه میشوم، دلگیر از انتظاری میشم. انتظاری را دوست نمیدارم. بله، میخوام که هر کار در وقت خودش به عمل آید. من باور دارم که هر یک جوان نورسی که هست دوستانی زیاد دارد. یک نفر دوست رو نامبر کنیم شاید دیگرشون خفه شد. دو دوستی بهترین شما؟ دو دوستی بهترین من در ساحه فروغ سپیدانای کتاب است گویم بنده دوستان زیاد دارم. با اشتراکچیان از شهر و ناحیه های گوناگون شناس گردیدم. از یکی از دوستان من این همصنف خودم می باشد که اون نیز در آزمون مذکور شرکت می ورزد تا چند سال اخیر. اسمشون مریم می باشد که این دختر نیز تا چند سال در آزمون شرکت می ورزد، ولی متاسفانه سال مذکور در آزمون سزاوار جای نگردید، ولی او به او میگم رو افتاده نشود و خواندن را ادامه دهد. و البته شما نیز کمک میکنید. بله، کمک میکنیم و اون نیز یک سال صاحب جای میگردد، فقط صبر لازم. آفرین، احسن میگم. خب از چه خرسند میشوید؟ از چه خرسند میشم؟ از گرفتن تحفه. از گرفتن تحفه، خصوصا تحفه کتاب. تحفه که وابسته به علم باشد، بله. کتاب باشد، نوآوری باشد. اصلا میگم. خب امروز کلی آن آموزگارانی که برای شما سبق دادن، برای آن نفرانی که در تربیت شما صاحب علم شدن شما، به یک جاده معین رسیدن شما سهم گذاشتند، در مجموع چی گفتنی هستید؟ در مجموع گفتنی هستم که این همه کوشش های آنها بیهوده نمی رود، چون من نیت دارم که امسال در دور جمهوری آزمون سزاوار جای نمایان گردم و این هم آبروی من، هم آبروی مؤسسه، هم آبروی شهر و هم آبروی ولایت سوق می گردد. یک سیاح به نزد شما آمد گفت محمد جان مرا به یگان جای تاریخی همین ولایت سوخت برید، من بینم از تمام تاریخ و فرهنگ همین تاجیکستان برخوردارم. به کجا میبرید؟ با زادگاه هم به شهر پنجکین میبرم، به سرزم باستانی که 5500 ساله میباشد. به اونجا میبرید؟ بله. آفرین. خب امروز همچون یک جوان نورسی که کوشش کرده ایستادید در جاده علم موفق باشید، در تاجیکستان محبوب زندگی میکنید، در فضای صلح و ثبات، برای انا همین میهن، آبادی، آزادی، استقلالیت، وحدت چی گفتنی هستید؟ گفتنی هستم که باید ما شکرگزاری از این همه گنج بی‌بهایی که نه در همه دولت هست نماییم. چنانه که سرور دولت در یکی از پیام‌های خود قید نمودن، ما باید دوست باشیم، اتفاق باشیم، شکرانه انا همین دولت کنیم، شکرانه کنیم که چنین وطنی عزیز و محبوب داریم. آفرین، احسن میگم. واقعا درست است. باید امروز ما به تاجیکستانی جوان که امروز زیبا است، گل شکوفان است، قلبش، سیماش صلح آفر است و هر دولتی که امروز به تاجیکستان شهروندش میآید با یک وجودی پاکیزه و دستی کشاد استقبال میگیرد، تمام ناز نعمتش را پیشش میگذارد و عموما تاجیکستان وطن صلح است، تاجیکستان وطن محبت است، تاجیکستان وطن سازنده است، تاجیکستان وطن بخشنده است و باید ما امروز تاجیکستان را از صمیم قلب، چون چشممون را از چنگ و غبار حیات زندگی احتیاط میکنیم، ما باید تاجیکستان را همین گونه احتیاط کنیم، دوست داریم. و در این جاده یک بیت بهترین هم هست: این فضا، این مرز، این خون را نخواهم داد، آستان مادری جان را نخواهم داد، جان بخواهم داد جانان را نخواهم داد، این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد، تاجیکستان را نخواهم داد. و ما باید تاجیکستان را دوست داریم و به هیچ کس ندیم تاجیکستان از آن خودمون باشد. آفرین، احسن میگم. امروز عرض سپاس میکنم که به برنامه درخشان آمدید و
این سوال رمزی برنامه هم هست. کلمه‌ای که من پیشنهاد میکنم در بابت همون جمله سازید، اینه که تاجیکستان مملکتی زیباست. همون کلمه داشته باشد. مملکت تاجیکستان مملکتی زیبا و گل شکوفان است که ما در آن حیات آسایشته داریم. خب نوروز شعرم گویا میشه؟ میشود. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. آب سرچشمه حیات است. آفرین. آفتاب آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. مکتب به تو یاد می دهد علم و ادب، مکتب زی تو دور می کند رنج و تعب. دیه ندارد آرام از صبح تا دم شام، کاری دیه بسیار است دست همه بکار است. ورزش گرو سلامتی است. تاجیکستان کشور محبوب ما، میهن ما، مادر اقبال ما. درخشان. بگذار آینده تاجیکستانی عزیز درخشان باد. آفرین. احسن میگم. بسیار جواب‌های هم صحیح بهترین پرمضمون رو دادید. بار دیگر محمد جان از نام کل گروه ایجادی که امروز برای ثبت همین برنامه زحمت کشیدند عرض سپاس مننتداری بیان میکنم و اطمینان کامل و با نیت نیک آرزو میکنیم که امسال شما غالب آزمون فروغ صبح دانایی در دور جمهوریوی باشید و در این جاده امروز شما پهلوی شما تمام گروه ایجادی برنامه درخشان، والدین ارجمند شما، استادان، دوستان، البته همه آن نفرانی که نزدیک شما هستند و دستگیری میکنند و غالی میبراید باقی برای همچون یک نورس جوانی وطندوست شدنتان، برای همین سرزمین سهمگذار شدنتان موفقیت های بی‌نظیر را آرزو میکنم. در آینده وقتی که مکتب رو ختم میکنید به کجا به تحصیل میروید؟ حالا این را انیق نکردم. تمام دقت من به آزمون مذکور است و بعد که آزمون وقت که آمد فکر میکنیم. درباره آینده نیست فکر میکنیم. خب سخن خاتمه‌ای شما برای بینندگان عزیز. بگذار در تاجیکستان عزیز همیشه صلح و امانی باشد. با شعر استاد امینجان شکویی جنبه بحث میکنیم. ما مردم این کشوری در اوج و براریم، یک ذره هم از دشمن خود ترس نداریم، لیکن همه چون یک دل و جان صلح شعاریم. ما ضد خزانیم و طرفدار بهاریم، ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است، مهری دل و آبادی هر خانه عزیز است، آسودگی و کار دلیرانه عزیز است، هر یک قدم خود به همین ارج گذاریم. آفرین هستم و تاجیکستان نیز برای ما عزیز است. در آخر میخواستم به شما یک تحفه ناچیزی آوردم که تا دست خالی نایم. از اشعار پدرم می باشد. کتاب نخستین پدر مشکستان نام دارد که مشکستان یکی از جایهای زیبا منظر در زادگاه من می باشد و این کتاب به تهیه‌گران برنامه درخشان از نام بنده تحفه کردم. این تحفه ناچیز نیست محمد جان. هر کتابی که ما البته قبول میکنیم، هر تحفه که قبول میکنیم به نور دیده است و ارزشش از سنگ قارون هم قیمت است و عرض سپاس میگم سینوی ابو علی کتاب با نام مشکستان با جان دل قبول کردیم. البته از اشعار پدرتان البته این شعرها رو ما از خود میکنیم، میبینیم، میخونیم. آفرین. احسن میگم. بینندگان عزیز یادرس میشویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه و پیشنهاد مردم میگردد. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا شاگرد شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده در کدام نمودی هنر نباشد داشته باشید، میتوانید بر رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه رمزی برنامه که با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت هم در شبکه اجتماعی فیسبوک و هم در اینستاگرام است میتوانید درخواست خود را گذارید. ما همین گونه یک برنامه جالب را البته پیشنهاد شما میکنیم، چون میگن برای انسان از همه پرقیمت این سلامتی است. با امید اون که سلامت باشید، خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر. جایزه تقدیم شما. برآمد.